نماد صندلی در گنجیابی. هر وقت نماد صندلی دیدی حتما روش بشین و به جلو نگاه کن. 100% با یک تپوله یا سنگ دوشاخ یا سنگچین قبر روبرو میشید. اگه صندلی سنگی دارای یک دسته باشه، هدف در جهتی هست که تکیهگاه دست نداره. و اگر صندلی هر دو دسته رو داشت، باید 4 طرف مورد بررسی قرار بگیره. ابعاد و محیط قرارگیری سنگ بسیار مهمه. در صورتی که در شیب کوه و بالای تپه باشه، مربوط به مقبره وزیری هست و هدف 3 قدم جلوتر از صندلی هست. اگه صندلی دسته نداشت، هدف زیر خود صندلیه و در عمق 3 متر قرار دارد. اگه صندلی به اندازه نشستن 2 نفر باشه، نشونگر جایگاه پادشاه یا فرمانده عالی رتبه هستش و دفینه‌های همچین نشونه‌هایی معمولاً در اطراف صندلی به صورت پراکنده